به نمایندگی از تمام دختران حریوا زمینه، دختران خواجه انصار، دختران فخر رازی، دختران واعظ کاشفی. امروز به نمایندگی از اونا میخوایم پیامی که در دل همگی ما هست برای شما عرض بکنم. همگی ما میفهمیم که شهر هرات شهر علم و فرهنگه، شهر انصاریه، شهری که هزاران دانشمند از همین جی بیرون شد، شهر مولانا جامیه. پس چرا باید در مکاتب روی دختران بسته باشه؟ ما از شما عاجزانه و صمیمانه خواستار از اینم که در مکاتب روی دختران باز کنیم. زنان و دختران همیشه نیمی از پیکر جامعه بودن و اگر این قشر از جامعه نباشن پس نیمی از جامعه هم ناقصه. قطعا مادر باسواد امروز، خواهر باسواد امروز، فرزند خوب